با کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعی دامادی مدوزی وسط نیست. کی روزی توی دیده در خدی من بشکنی ارمان، ببینی تو برنگی نو به حسنی نو جوانیت، با اون دستانی لرزانی شرفمندت بمیرم من. نیابد چشمی کم بیند و جستن چشمی سوزن رو، بیلرزد دستی پوره جزی تو در قبضه پیری، ولیکن باز میدوزی تو دسترخوانی گلدوزی. کی روزی مرکه در بین مردم برو گیری، چی دنیایست دنیای اومدی تو ایو مادر ایو مادر، چی دنیایست دنیای اومدی تو ایو مادر ایو مادر. نرفتی برون از یک ده، ندیدی روی عالم را، با گردی خشگوی و چرخ گشتی زندگی کردی، با گردی ده گوی و دامنی گردون بچسبیده، تو را بربست راهی نیت تو عزمی جهان گردی. چی دارد عالمی در خود میخوانی تو ایو مادر ایو مادر. خدا گفتی و آیت خوندی و تعبیر خجستی، تو دایم هفتک ماندی به زیر بالینی کودک. کی شاید طفل بباکو دل رو قهرمان گردد، دلی پیغمبران خونجا درونی سینه کوچک، درونی کلبه پستی نظر نگیری پر است، دود به حکم قرضی سانی جهان رو بیغنجاندی. شبانگه میشده نکرده پختی کلچه شرمان، سحر فرزندهایت را به میدان ها گسلاندی، شرفن بختی از جام فشانی های فرزندان. ایو مادر ایو مادر. تو حال و دردم میپیری، نفس های غنیمت را به نقش گل، بر روی سوزنی ها ثبت میسازی، دورخشی آخرین چشمی خود را در دل شبها برای صبح فردا هدف میسازی. سرافرازی گل و نور و شرافت یادگار از تو ایو مادر ایو مادر.